خیمزاده ابو مسلم میباشم که میناداری خود را به استادم حکومت فراوف میرسونم که ما را در مشق‌های دسته جمعی یعنی هم سحر هم بگاهی ما را به این مسابقه جمهوریوی آماده نمودند و من در این مسابقه سزاوار جای اول گشتم و میناداری خود را به اساسگزار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما ورزشگران ما جوانان چنین مؤسسه ها چنین ورزشگاه ها برای ما ساخته و تعمیر داده شده که ما جوانان استعداد و معرکه و مهارت خود را نشان داده در مسابقه های جمهوری و بیرون از جمهوری و سطح جهانی پرچم دولت عزیز خود را پرافشان گردانیم. من با همه رفیقان همه حریفان خودم همه حریفان من بهترین پهلوان ها بودند که من آنها را با پرتاب های یعنی حلال یعنی ایپان آنها را مغلوب ساختم. خود مسابقه در سطح درجه بین المللی خیلی خوب گذشته شده است. نقشه آینده ما خدا خواهد در مسابقه های آسیا یعنی آسیایی و مسابقه های جهانی تیاری و ملک های خود را تیاری در آن مسابقه ها اشتراک می نماییم.